شب 28 ینور مخلصان فوتبال در تاجیکستان خواب نداشتند. منتخب تاجیکستان بار اول در مرحله نهایی قهرمانی آسیا اشتراک کرد. بازی با تیم امارات متحده عرب آسان نبود، به خصوص این لحظه که تقدیر بازی حل شد. برای تماشای بازی منتخب‌های تاجیکستان و امارات متحده عرب مخلصان گروه در قهوه‌خانه و کینوتئاترهای دوشنبه جمع شده بودند. مهاجران تاجیک در انگلیس هم برای مخلصی تیم منتخب در نزد تلویزیون نشستند. اینجا مخلصان در خوجند بعد غلبه تیم منتخب سرودخوانی دارند. گروهی از مخلصان با پرواز چارتری از دوشنبه به قطر رفتند تا از تیم منتخب هواداری کنند. این نوا را یک کاربر رادیوی آزادی فرستاده است. بازی منتخب‌های تاجیکستان و امارات متحده عرب جالب و پرشدت گذشت. لحظه‌های گلزنی زیاد بود، به خصوص برای فوتبالبازان تاجیک. اما وقت اساسی و علاوگی بازی با حساب مساوی 1-1 انجام شد. فوتبالبازان تاجیک توانستند در ضربه‌های 11 متری یا پنالتی غالب شوند. برخی مخلصان فوتبال را یک راه متحد کردن مردم می‌دانند. دیگر فوتبال یک بازی هست که اندیشه های گوناگونی که در دیگر سمت های هستند اون همه میمونه به جای خود، به اندیشه خود، در نقطه خود، ولی فوتبال یک وحدت بسیار خوبی را به هم میاره. منتخب فوتبال تاجیکستان روز 2 فوریه با غالب جفت عراق اردن بازی میکند. متخصصان فوتبال میگویند اگر عراق رقیب تاجیکستان شود کار مشکل تر خواهد شد. برخی ها تا همین جای کار، یعنی تا به مرحله یک چهارفینال رسیدن فوتبالبازان تاجیک را در قهرمانی آسیا یک افسانه میدانند، ولی این پیروزی انتظاری و طلب از دسته فوتبال را به مراتب بیشتر نیز کرده است. مولا رجب یوسفی، امیر اسوف، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.